یکی از بازرگانای ایرانی تعریف میکرد، میگفت واسه قرارداد سفارش لوازم ماشین رفته بودم چین. مدیر اون شرکت چینی ازش پرسیده بود دین و مذهب شما ایرانیا چیه؟ بازرگان ایرانی هم شروع کرده بود از دین اسلام تعریف کردن. عدالت و رحم و مروت و پاکی و حلال و حروم. و بعدم از مدیر اون شرکت چینی میپرسه چطور درباره دین ما سوالی برات پیش اومده؟ مدیر شرکت چینی جواب داده بود که نه، ولی چند وقت پیش یه سری تاجر دولتی از کشور شما اومدن اینجا. وقت نهار ما براشون مرغ سوخاری سفارش دادیم ولی نخوردن. وقتی دلیلشو پرسیدیم گفتن چون ذبح اسلامی نشده دینمون اجازه نمیده بخوریم. ولی همون آقایون به ما سفارش دادن که روی جنسای تولید چین بنویسیم Made in Japan. واسه همین میخواستم بدونم دین و مذهب شما چیه؟ بازرگان ایرانی میگه سرمو پایین انداخته بودم. آقا راستی دین و مذهب ما چیه؟